با مادرش خبر ندادین یا ازدواج خود کرده که مثلا کوشش کرده باشین سرپرستی اینا را با اونا بتین محول کنین؟ نه چند دفعه نفرم روان کردیم، خودمون رفتیم کودکارم بردیم. تیم اگر با ما زندگی نمینی شاورت که نیست همین طفلات دیگه خیر نگهداری که نزدیک حصر بود که پس دوباره روانشو کردن دیگه باز ما راجع نکردیم. میگه کار ندارم طفلا. میگه خودت میدونین اولادات. یعنی انسان ایران میمانه، عزیزترین موجود مادر است. انسان تا این اندازه میتونه بعض اوقات ظالم شوه که از توتی وجود خود منکر شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بعد در دره شیخای ولایت غور هستیم، در کنار یک خانواده که چند سال قبل پدر این خانواده فرزندای خود ترک میکنه، میره بخاطر کار ایران و بعد از او تاریخ کاملا مفقود میشه. والله اعلم که درک از زنده و مردهش نیست که کجا است. با تعقیبش مادرش نیز از این دو بچگک، البته بچک دخترک، جدا میشه و میره شوهر دیگه میکنه. اینا فعلا سرپرستیشان کس به عهده داره، وضعیت خوبی ندارن. با زمستان از یک طرف، در کل وضعیت اقتصادی مردم غور نابسامان است. اینا فعلا هیچ سرپرستی هم ندارن و کس هم نیست که اینا رو کمک کنه. میریم داخل، انشالله مختصر امروزشون صحبت میکنیم، ببینیم که ما چی کمک میتونیم کرده به این خانواده. خب دوستان عزیز، در کنار دخترک مقبول و بچه‌ک مقبول هستیم. نامت چی است؟ نامت چی است؟ نام خود چی است؟ نامت چیست؟ نامت چی است؟ نه میگه زیر تاثیر رفتن. برادر محترم، اینا چند ساله هستن؟ اینا که از بچگک پایده 4 و 2.5 ساله اگر سه. بچه 2.5 ساله است. البته تشریح بتم که امو پسرک بچه‌ک است که پدر اینا چند سال میشه مفقود است نیست و مادرشون متاسفانه ازدواج دیگه کرده و این طفلکار رها کرده. فعلا این برادر سرپرستیشان میکنه. چند سال میشه که اینا مادرشان هم نیست، شما اینا رو کلان میکنید؟ 2 سال میشه. 2 سال میشه، یعنی خیلی خرد بودن دیگه. اینا خورد بودن به ذریعه شیر خشک. شما در قسمتی که اینا رو سرپرستی میکنین، آشه باته طبعا مصارف نیاز دارن اینا، شما مشکل ندارین؟ مشکل اقتصادی داریم دی واقعیت دیگه. 25 نرم میکنیم. شبایی هم میشه که مادر پدر خدا یاد کنن گیره کنن؟ والا زیاد چی میگن، ما دیگه مجبوریم دیگه برداریم نازش رو. خب وقتی که می مادرم کجاست چی میگن شما؟ میگه مادر فوت کرده رفته. و پدرش چی میگین؟ پدرش میگیم که میایه. میایه. با مادرش خبر ندادین یا ازدواج خود کرده که مثلا کوشش کرده باشین سرپرستی اینا را با اونا بتین محول کنین؟ نه بر فرزندانشان باز بگردانین، یا اونا تقاضا نکرده یا در جای ولایت است که در دسترس نیست، پیدا کردنش مشکل است؟ چه قسم است؟ با دسترس هست. چند دفعه نفرم روان کردیم، خودمون رفتیم کودکارم بردیم. تیم اگر با ما زندگی نمینی شاورت که نیست همین طفلات دیگه خیر نگهداری که نزدیک حصر بود که پس دوباره روانشو کردن دیگه باز ما راجع نکردیم. میگه کار ندارم طفلا. میگه خودت میدونین اولادات. یعنی انسان ایران میمانه، عزیزترین موجود مادر است. وقتی که مادر، دوستان عزیز، یعنی باور که آفرینی برادر که همیشه از جلو چشمانش تفلکا است. من که به چهره اینا نگاه میکنم وضعیت من خیلی خراب میشه، خدا شاهد است. حالتم خیلی خراب میشه. مجبوریم تحمل کنیم. ما رو میبینی که به چی حالتی بود. به خاطر اگر دروازه کمی مکمتر باشه یا میکشن آدم بخی دیگه یک سو به اقتصاد کم و یک سو. نامکای اینا چی است؟ یکی هست امیدالله است. این حسنا. حسنا جان، چقدر دخترک و مقبولک هم است. حسنا خوب هستی؟ چی میخوایی؟ بعد چی دلت میشه؟ هیچ چیزی؟ مادرت کجاست؟ مادرت کجاست امیدالله جان؟ ها؟ انسان تا این اندازه میتونه بعض اوقات ظالم شوه
که از توتی وجود خود منکر شود. الله متعال رحم کنه. ما کوشش میکنیم که به صورت دائمی، البته تا اندازه زیاد وعده نمیکنیم، کوشش میکنیم که برادر لاین ارتباطی ما باشه، مادر ما به این دو فرزندک ما در ولایت غور کمک بفرستیم. یک پول مبلغی است، ما به سرپرست اینا برادر عزیز تسلیم میکنم. حساب کنین شما فرمایین. خب فکر 9000 افغانی است. دو تا اضافه حساب کنیم. 9000 افغانی است. انشالله به یک ماهشان خود کفایت میکنه. انشالله بچه‌ها جمپرکای خوب بگیرین، بوتکای خوب بگیرین. البته اگر ما در غور باشیم خب باز مجددا میبینیم وضعیتشون. اگر نبودیم حتما انشالله عکسای مقبولی دو قندوله که بر ما ران میکنه که جمپرای نو پوشیدن، لباسای نو پوشیدن. دوستان عزیز، انشالله هر عزیزی که نگاه میکنه اگر میخواین که دو کودک در ولایت غور شما اسپانسر شوین، مادر ما مبلغ بفرستین و لینک ارتباطی برادرم که ما میباشه، حتی میتونین شما خودتون با اینا تماس بگیرین و این یتیما را سرپرستی کنین، درس بخوانن، تحصیل کنن. اینا فرزندان آینده ای وطن هستند. الله متعال پدرشان اگر وفات کردن مغفرت کنه، اگر زنده است باز بگردانه، که بدون شک آغوش پدر مادر نعمت است که هیچ چیزی نمیتونی خلال اگر نباشه پر کنه. و مادرشان الله متعال به سر انصاف بیاره که بیاین فرزندای خدا در آغوش بگیره و اگر نه محاسبهش با الله متعال. برادر عزیز، این مبلغ ناچیز باشه. انشاءالله ما کوشش میکنیم که دو طفلک است، فکر 90% شما را اطمینان میتیم. ما عزیزایی داریم که نگاه کنن این ویدیو را، شاید 5 دقیقه وقت نگیره بگه که ما سرپرستی طفلا را میگیریم. منتها شما شرط میمانین با ما که فعلا خورده هستن، کلانشان اینا را با کارهای شاقه نمیکنین، روان برشان درس میخوانین و سرشان تشویقشان میکنین که مکتب بخوانه و هیچ وقت احساس کم بودیم پدر مادر نکنین. درست است؟ انشالله دو خدا عهد میکنیم که عهد کردیم فقط چیزی که طفلای خود ما باشه. وضو کم هم نمیداریم، با کارهای شاقه هم نه، باید در تحصیل باید کلان شد. بله، بسیار خوب. دوستان عزیز، پس برنامه امروز ما نگاه مشاهده میکنین. خیلی احساس و خوشی به من فعلا دست داده که ما ایده تا کودک عزیز دانستیم یک پل ارتباطی شویم و اینا را اسپانسر کنیم. ما مطمئن هستم ان شاء الله در جمع کسایی است که یتیمای دیگه ما که الحمدلله ما 12 ست یتیم سرپرست میکنیم. میره بابتی میگیم که الله متعال ما رو به این کار انتخاب کرده، نه بابتی که ما در وطن ما متاسفانه یتیما زیاد است. ایام در جمع اونا اضافه خواهد شد و ما در ما احوال اینا را میگیریم. خود ما آمدیم به غور اینا را از نزدیک میبینیم. اگر نامدیم برادر عزیز که سرپرستشان است، لینک ارتباطی است و ما در ما خبردار اینا خواهد شدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.